همین دو چیز داره برایتان آمده بازم اسب. چیز داره که فراموش کرد. بعد دون جوان زنگ زده وظیفه او رو برای جنگ قبول کنید. واه باشه. تلفن شادوری تلفنش که. دون جوان انا که فکر کن که من 3 متر دیگه همون بولو میخیزم میزنم. حتی اصلا چلا خرا بولو میبرن تو میگه ایره هودم نزای دولان زاگه. کپل خاطی گاردو تو میشکنم. تو داویدم تالای گوش کرد. زنم میوریم زندگی مونا دوام تیما بچه لیک اینا ای یورا بابو یو کنی بوار که مادرم که خونگی و خیرخش کنی ادباره ما بودن عمولی همون کی قاطی گردم دشمرو دولجوانا حتی گوش کن دشمرو چوکی داره میتونم یک باید قدیش ما چکو کنم کی را قاطی کی جان کنم مهاجران عزیز، نفرانی که حجت‌هایشان تمام شده است و میخواهند که گرانیتسا رو گذشته باشند، من به شما یک شرکت با اعتماد و باورناک رو شرکت بخر رو پیشنهاد میکنم. حتما به اون مراجعت کنید و شما رو برده به جای لازمی باز پس میگردونم. از نام من گپ زنید حتما اسکیپ می شود. سلام بینندگان عزیز، مخلصان و هواداران برنامه 10 شرط. با درخواست زیادی خود شما به برنامه 10 شرط این نوبت دعوت کردیم. یکی از هنرمندان مشهور، هنرمندی که با ترانه‌های شوخ و هجوی خود در یک مدت کوتاه نه تنها در تاجیکستان حتی بیرون از آن محبوبیت پیدا کرده است، قدم قربان رو دعوت کردیم. سلام خوش آمدید میگیم شما رو به برنامه و تشکر میگیم که دعوت ما رو پذیرفتید. و قدم قربان کوشش میکند که 10 شرطی که در این برنامه با او پیشنهاد کرده میشود با مهارت بلند اجرا کند. در صورت اگه ادسمون ماگیش هم میگیم اگه نه ماگیش هم ماگرم با کمک طلب کنیم. بله. و اگر که شما همین 10 شرط رو پره اجرا کردید از جانب برنامه ما با شما 200 سومانی تحفه کرده میشه. آنهای زور همین جای بگی شاگرد هم خجای قزخی دارده. همین توی دامره توی ابود میکین همین جای بگی انا خیلی نیست. عبدالرحمن جون نبگی کو اکشور سر میکنم. اومده باشید اگر انا شروع میکنیم انا میلش کنم. بله شما میکشوید رمون رایم کیا در تقدیر مو شرط رو بخونش یو من بلند میخونم شما فقط کوشش میکنید که اجرا کنید. بعد دون جوان زنگ زده وظیفه او رو برای جنگ قبول کنید. واه باشه. در خاطرتون باشد اگر در همین برنامه ما دون جوان اشتراک کرده بود و او همه هنرمندان و حجم نگاران رو که دعوت کرد که کدومید که قطعی ما بوکس MMA جنگ ادین ما قطعی شما میزنم گفت. تلفن شادوری تلفنش که تلفنش هم میویم. تلفنش که گفت که فرق ندارد هنرمند حجم نگار مسکلو موهانی گفت. مردک بیامونش ما مونا جورا خروتو زاگیم خوب. من بعدم جوان روغانی سیمکت یک دقتی یک قطی میگه درک شبیه خوب زنگ میزنیم شما ولن یک دم میمونیم خودتون شناس میکنید میگید که من قدم قربان هستم از برنامه دولجوان خیلی دادم شناخت جنگم را دعوت کنیم. اینه برنامه داومیم گفتن 10 شرط اجرا اومیم میگه دولجوان انا جورا مسکلوم ژلزای ما گفتم گوش که حسن چلنم قطیت بیاد گوش که همی قد قومت چند متره 1.78 انا که فکر کن که من 3 متر دیگه همون بولو میخیزم میزنم حتی اصلا چلا
خرابولو میبرن تو میگه ایره هودم نزای دولان زاگه یورا بارن مسلمون شو ایرا جورا باکایا چسلاش اچکنین مو تایورن سپورزنده شی تمام آنا جورا ما برم لو قلاپار جنگی ما میپشم شما چسلاشونا مایان کنی گوش که دول جوان دودک خوتی دودای خاطی گوله اکسان خونگوتون خیر خشکو بیو جورا ما شمشیر جنگ میکنی یا بوکس؟ نه همون بوکس ما جورا دو در دارم یا تا منگلی و یا تا کورمنگلی منگلی را تراب زنم اگر کورمنگلی آسانی چلا تاب قطمه غلطه آنه تمام آسانی چلا را بگو که جورای ما باشید پول نی خیر خشک نه قطع گولاک سانگش آنه جورای ما باشید بگو بیا که دیگه همون تاین ما تایو جورای ما باشید همه بینیم بعد رینگ اولی نگاه که لپکو تو ندادن اون کسیو بگو گردو کپل قطی گردو تو نشکنم این همه رفتم پانود باخدو انا جورا ما با سر فرمورا میرم چیسلاش همایان کنه همیدی داوا دیگه خوبی اوخی؟ کامل زنده باشی سلامت من چگونه که بینندگان عزیز شما شاهد بدید هنرمند قدم قربان به دون جوان زنگ زدن و ویزیفی او را قبول کردن. ما نیت داریم در همین کانال توجیکان گروپ که و اشتراک هنرمندان و حجم‌نگاران شناخته همین نه اخی خیلی که جو اومد گپ شد همون قشلاق در مثال معرکه پرکه میشه بخشتن اینا بخوام قرار کشتنی میشنه مرا فیرون میکن یک بوده تموم میگرفتن دیگه به بنده نفشش میکنه کی دکو هم بچه و نیت داریم که یک برنامه نو تهیه کنیم با اشتراک هنرمندان و حجم‌نگاران با نام مهارت یا اینکه یک به یک یعنی تنکی ما دیدن خیال کن که تنکی ما دیدن اولی دوره که هی یا بچه و از اجرای شرط اول شما با خوبی برآمدید. بارکی میگذاشتم اون چینگ زد کوپره که بارکی میگذاشت الپامی رو خود شرطی دوم رو میبینیم کوبو به چی گفت کوم شد دیمش فرق نداره از کجایی که گیرین میشه همین عیال او بگیرش بو حالا شما کمک میکنم بوی با تورا خوبه اخون یک تزگویک گوید تزگویک میدونه همون تزگویک شو گرگردی کدا ویدم کالای کوگا دیدم گرگردی کدا ویدم کالای کوگا دیدم گرگردی کدا ویدم کالای کوگا دیدم گرگردی کدا ویدم کالای کوگا کالا گرگردی کدا ویدم کالای کوگا دیدم گرگردی کوگا ویدم کالای کوگا تزگویک شاو کلا گرگردی کدا ویدم کالای کوگا دیدم گرگردی کدا ویدم کالای کوگا دیدم نانی زنده باشید. این شرط را با خوبی اجرا کردید. برای من شرط دیگر رو می‌بینید. چیه؟ تقدیر در این شب بگید. انجام 82 بوده. سرودی شکی با برای با آواز زنده یک 4 مصرع امکانیت باشد اگر برای چی بانه بچه ما برای مخلصا چه خواه میکنیم؟ شک شک بابا شک شک بابا بابا شک شک بابا شک لکی لکی اوینا لکی لکی اوینا اوینا لکی لکی اوینا لکی لکی اوینا لکی لکی اوینا اوینا لکی لکی اوینا عبدالرحمن بابا
دلشا بیو لوی لقبته ابا چما قل نشوا بیو وزورا نورا بته میریم قطیش کام بزنه میوریم زندگی مونه دوامته ما بجا لیکه اینا زنده باشه. کمتر نمیشه بهترین این شرط رو هم واقعا کم خلیبدون خلیبدون این شرط رو هم با خوبی اجرا کردید. مرحمت شرط دیگر رو میبینید. خوب بیشتر چی گفتن؟ نه آوازی سه پرنده کنه. پرنده آواز داره؟ آوازی سه پرنده نه. مرغ، کاو، غوز، قوز، مرغوی. نه خروز محلی نمیشه ای تاریخ خروز دکن کردن نمیتونه. خیلی چکری چیه؟ چیزی هست نفهمیده سماش. بلبل. بلبل. انا گوش کن. در مکتب اونجا مورد اینترنت سرچ می‌کردم. اونجا بیشتر انا دانشمندا و آدمای زور با انا جامعه دا اولی برامگه کادر بقواد با اونجا دا معلم انگلیسی جوره موشی خشکله دا دوره پیش معلم وقت که درس بود میکرد میگو که بچه‌ها سوال دارین آخر درس هم خیلی میگو خمو معلم کار کردیم بعد دویم هم تر میگه بعد یک درس بود میشه میگه که بچه‌ها سوال دارین بعد یا ساغره خبلیگان میگه معلم از سوال دارم میگه معلم انگلیسیه بعد میگه که چی سوال داری میگه معلم همین بلبل با انگلیسی چی میشه بعد معلم نمیدونسته پادوادی نشم میگه که بلبل با انگلیسی بلبلش میشه بلبلش بوده آوازی ما خدید آوازی بلبل نمیشه بود چی کن داد کن خوزه ای آوازی مرغوی آوازی با فکرم نه مرغوی که خادیره دمی ده بعد رگت که قطع میداننش میزنن مرغوی شروع ای خواه که اونجا مدعو نیست مرغوی مو هم از خود فرمونتر میکنن و بودی نمی زنده باشید. این شرط رو هم اجرا کردید. Audio Jungle. مرحمت شرط دیگر رو میبینید. با سعید شکرخند زنگ زده او رو برای سبقت دعوت کنید. برای چی؟ برای جنگ. برای نمون در برنامه اگر شما تماشا نکرده باشید سعید شکرخند گفت که خدم قربان یکی از آدمای بدمیدگی مای بدمیده بو بعدی کاره بو بکی هر دمون یک سالم هر دمون یک روز در تولد مونه هر دمون چیزلای دینرجینمون یک روز گفت که اولو زنگ میزد تقوی سعید گفته این صحبت میکرد حرمت احترام میکرد وقتی خیلی چه گرفته گفت دیگر نه زنگ میزنه نه چو گرفته موزی در کینوی ترکی نام شما را میگرفته است آزی بی اول برای خشگاه بزنه بدون گپوش نیتوب رو جنگ دا میخیده میگه یکی سعید توی ده چی تلفوناش هم میگیره کشته است دستگاه مشتری خاموش کرده شد و یا بیرون از منطقه شبکه فعالیت قرار دارد. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия. خب این با فیلم که سیم کارتا شاید تلفونش گرفته گیه باتریش دیگه جدا مونده گیه اونجا خید کرده که اونجا بوی اونجا اومده سعید دیگه تلفون رو نمیگیره دیدی آخه من میگم تو نخه شما مرا باور نمیکنه امرده یا بیره باور میکنه ما ایجون سرگی خونم آدم میافته انا چی نکنه خیلی تو تلفون اکای سعید کار کردن اگر که نه خیلی او چند جو بار اومده مرا دیگه رینگورا ترسیدگی اکه خیلی شرمنده نشم گفته برای همون جور همون کشتگیش خوب شد اگر تلفون شد دوام برنامه در بگیره بیا یک کن میکنه همه جورا
تاقه که تاقه گفتیمش بیا با زندگی کنن خیلی دیگه با آواد بگرده که دیگه هیچ نمیدونم یه رنگ دانشگاه نمیکنین؟ نه که دیگه اینه نگرفت تو دیگه خب اگر زنگ بزنه دوم برنامه ده و شرطی دیگر هم میبینیم یکی زنگ میزنه وقت نگذارم اینجا نوشته یکی 8 مصرع ریپ خونید 8 ریپ من فکرم که باید چند سرود تونده شما کم کم ریپ هم میخونید زندگی دیلی مورا گرفته که بچه چکو کنیم بریم مردی کور بزرده کار کنیم موجده میریم کار نمیویم از خونه مجبور میکنه قمون بیار شکر بیار اصل بیاره بچه من را اوجه میرم گرم درو نمیگیره من چکو کنم کیره قدی خطی کی جان کنم رنگ همون ریپریستو خونده نکی اگر کم تری میخونم من نمیدونم اگر اون ریپ سرو دعوت کنه دویت خونی مثلا شون انسی رالیگ میخونی قچه اما ما همون کلمه شما را درک شبیه همون خوندانش میگیرم همون گپی رای روز بدهیم تری با فکرش من ریپ خونی و سنو یا سرود خونی و خود موجه شده کشنه ما خیلی برای کیفیت خیلی تری توی رای کیف میتونم کم کم ریپ و سن تر نیسته خیلی راضیوت کنی شبه نتایی پول نخیلی همش گپ پایان و نمی گپی رای روز تا زده رفتن میگیره میشه میگو ازم در رفته مرا شرطی دیگر هم میدیم ایمو آوش دوره و ماوش دوره و هدو ندور کم کم دود میزنن دو جیگو میگن هم تمگه بو خیلی هم شمیول میگیریم یا بالوش میکنیم اکی خشایود گرفتیم یکی سول نمیده یکون فیت قطیش شون امسی میشه و خیبا بگو مشنوت شون امسی را همون یه جا دوما بیا صورت بگیریم من شناختی منطقی که ما شون امسی ما تو چیکار بود میکنی من نمیفهمیدم من نمیدونم السلام علیکم برادران و خواهران مسلمان من با کلی شما توصیه میدم که در شهر مسکو مرکزی شرکت شفافرما عمل میکند که برای مرد و زنها خجامه بپول رو براه مونده همچنین داروهای گیاهی برای بینایی چشم دل معده گرده دراز نمودن مهلت همخوابگی پسریه سفید شوی پوست فربه شوی خراب شوی و غیره ها به شما توصیه داده می شود همچنین اگر شما از نام کانال مهرپرو سلام فرستید و شما برده رساندن این داروهای شفابخش رایگان است یه برنامه که در چی ازور یک شب کیم کن کنسرت ما بودن او ما بودم اونجا یکم کنسرت کی 2016 بود 16 بود 16 همونجا ده همونجا ده بعد اومد که اکبی اسرار بگیم ما را شناختی بود من گفتم نه چه درباره چیکار میکنی که من شناسیم گفتم اینو میته چیکار بود میکنم گفت ما گفت ریب میگم گفتم درباره چی میگوی دیگه خیلی چی نمیفهمم چیه یه همون بوده شناسیش دیگه نمیدونم ممکن دیده باشم ما قش گردم روز دیگه ما پیاز نمیخورم از کلیروزم تری پامیاتم در نمیشه اینه میودم ببین انا جورای موشی تو میشه اون چیز خریدن نتاد باید نمیشه خیلی سود بخره فرومش نمیشه این شرطش با عجوبی بوده است کوچ خیلی آوازی 3 حیوان کنید حیوان خانگی وحشی فرق نداره وحشی کچه ساعت آوازی کچک گرگای یا رنگ هم آواز گرگای کسالی گرگای که دلی برف دکشی نمونه گم کن گرگای کیف طور در دعوت میکنه با یک آوازی دیگه دو تاشید هم؟ دو تاشید با چی میشه اصلا؟ گو خر اسب همین دو چیز داره که باید تا نمانده آوازی همون اسب همین چیز داره که فرموش کرد
بود هم اسبی بزیر بزیر بهترین از اجرای این شرط هم به خوبی برآمده. شرط دیگر رو میبینیم. شرط دیگرش یک افندی و لطیفه شوخ نقل کنید. اگه شوخ شانه میدونم خیلی لطفه یک آدم آخر بده بعد مثل بیسو میمونه باید برای عرق بخره کن باید اون ایلوجه روح شمی و میره میکنی هم کرده بعد کیف عرقش میگیره بعد میره و برده میدره تاریخش سرسما میگره میگه اکانه که هم برش موده گفشه گفش نسته میگه سه تبریز که وزی به سر میشه فهمیدی؟ دیگه این برمین هم اچقات زنه میکنه میره در سه تبریز زنه میگه که جورایموش هم برش مورا میگه شو تعریف میکنن آدموش زوری این سوسه سه تگه بریز که میگه به سر میشه هم تقشه سر رو میگیره این دیگه برمین همیه نمیته سه تگه میرزه میزنه سه تا باید گفی دیگه میته جورایموشی بو میزنم سه تگه میگه بریز که سر رو انا به سر میشه هم جورا میزنه سه تا را سه تا میزنه دچ کش تو غره میشه به خیر خش رفته که برمین میگه که جورایموشی ای بچه میگه چی میگو میگه که ها بچه سومشا نمیتی میگه من ترا پیچه گوتون که به سر میشه Audio Jungle. و بیا شرط دیگر رو میبینیم. شرط بودوری شرط این شرط ها نامی سه سراینده بعد میدیده تونو گیرید یا سراینده یا حجونیگو را یکی شما دا محقول نیست اینه چه خیلی که شما را بسیار رو دما هنرمندا بعضی حجونیگو رو تنقید میکنن در اینترنت در تلویزیون در رادیو شما نیم هسته کم خیلی دما یکی شما بچه میبینید محقول تو نیست رو نه اوخی خیلی هر خیلی سوالی ما جورا همون وقتی همون جورا پانسانیم کمی نمی نه را بتونم من دوستش میدونم و حرمتش میکنم همین صنعتکار مانو را ده انا جورا همون وشی اکه دیگه همون را مرکی شوشا باید ببینم ما که باید ببینیم نه چی مرم باید میبینم خیلی شما را باید ببینم باید شما باید چون نمیبینیم نه ما باید مثلا شما را تنقید میکنن ما همین دشمنی خدمت کو با زبون خش بو بیا پیشوز میگم میموندوریش میکنم او این کور نیست بدبینی و کینه‌گیری و این چیز نیست برای چی با اون خاطری که دای دنیا بیس فکر کنی هممون میمونیم دنیا اون نیستیم اگر دنیا اون نیستیم میگه که دونم که اگر پگو میمیرم من یورم همه قصد خیش میگیرم من گر بر سری نفسی خدا میری مردی نیکی نرود از دلی آدم هردی آدرمونی جون مورا خبرگیری بیا زنده باشه به هر صورت همش همه ناز میکنم من شرطی آخیران رو نبینیم 4 مصرع سرودی 6 مقام خونده میتونید 6 مقام به نهایت دشوار است بسیار هنرمندان از اجرای اون نمیبرویند حتی همون 6 مقام خونمون بعضش میخونه نمیفهمی چی خون نیست موزیکش هم میفهمی و آوازش نه اگر غرقی گناه می خداوندان تو میدانی ممشر چون عذابم منه خداوندان تو میدانی اینجا شگره نزورمیا این سرودی استاد طالب عبدالله میخونه
اکنون دوام شب باور که وقت باشد وقت باشد رنگی که میگه پریمانی شرشانم رو میسم یا که پری دوکوت کار کنم بعد همی جورا بزنی سلطه و اکنون بینم جورا برف بالونو لیستش دیگه که من برومان همیشه خود نفرده و تشکر میگیم به شما ما همین کوشش کنیم ایوده همش میبریم بله همین هم ما کردن را فقط ذهنی تیز داشته باشیم میشه ذهنی تیز بی‌پروایی نکنی ایشالا اما اکای سعید انیق ترسیدگی ای ترسیدگی نگیریف نگرم کدوم رفت کدوم رفت آقای سعید سوزی خدا را شکر الحمدلله تورات داشته باشی جورا بیو خو فضل خدای مهربان ما مسلمان به تورات نگن نه جورا موشی ما هم پای با تورات هم آگه میشولو نه که بود جنگ دا دعوت که ای تاریخ شکر ما پول نی بایی بایی هم آگیم کاسکا پاسکا پول نسی پوپشو موپشو خدم و موخی ای سوخن مونا جنگ دختن کو قدم یک قدم موخی یک قدم یا خیلی قدمکی را هم بگم قدمکی سوزی تگه شکر تاقا سرجون سودی میگون کی اما قد تلفون میکنم چی با نمیگیری نه اون نمروی میگافون تا آخی نمو صاحب و طبیبی همو احمد ده دونه 8 4 دونه 4 یا تا انگه ده تا اوه میگافون آخی انا مرا زن میزنم یا زنه گاوس میگم که التماس به خدمت قربان زن نزنه شم نداره ای او یا زنه که اینم بعد مرا هم قچاب داگر ساگه کی هم مرا تایوتن همین کورو برومون که جو اکو دایی اینم خونه ده سرچم و ششم کش بیرون خوردستم ای خیلی ببین چیزی که در خونه نیسته هموش خوردن اکو گوش بریون خورده ساکی بقوات شوا اکو برای بوی هم بقوات شوا همین بچه ها گفته او عبدالرحمون اینم جرین در دعوت ممکن جورای ما باشی ما میگم مو همسالیم دیراجینمون یگه سین سال تون موفقه ای همه کوشش هم کنین مو نیچه میبریم اکا خود حضرتی خودت کتی ها خیودان گاو دادن نمیتونه که خودت ست آورو یکی خوب مجید سر پاور نو نمیتونه به تو مجید بالونو مو به تلمیده میونور میکی اینا که نه بنازکی دا باید جای دیگه است گفتم که کلشود کردم که قدر که قربان را تحصیل ای همو کدام کینو دای ما همو کینو را بگیرم تماشا کنم عروس زمانوی عروس زمانوی خیلی خوبی طرف اونا همه تنجا شکر این ترسیده خیلی گرزیسته راما زنده بو شکر شگان کپیتان ما همینا در موزیور شید کسال خوم جورا خداوند شفای کامل درک نیفتی نه بخدا نفهمیدم ایرا همه پریستو باید بیسو فقط صاحبشه نمیته هم پریستو دیونا مونکه الله نگهبان باشه خداوند در داده شفا شمیت انشالله شکرانه خداوند با درداشم با غماشم با همش آیا بچه ها فکر کردیستن که ما تحضیدیستم زورت کردیستم هم خیلی شیده سر ای یورا بابو یو کنی بوار کنی اگرم که خونگی و خیرخش کنی الباری هم بگذن اما همو کی قطعی گردم دسمرو دولجوانا اکا گوش کرو دشمرو چوکی در میزنم یک باید خدیش ما باید موندگی هم نیست خود گوش کرو نه اگر حتما گوش عبدالرحمن جوش تشکیل کنه یکم فیورال میدونی یکم فیورال بگوش در بیگه آمدن تشکیل کنه بریم یک باید میزنی خودت قطعی روزی دین رجدینمونه حقا شایی روزی دین رجدین باکس یا شمشیر ای بچه همی تو دوتنا که می دوفر هم دین رجدینمونه خودت بکم شو داخلی روزی دیرش نیده جنگ میکنی ای او کی نه
میمونم میزنم یک اوه بگی بعد از 50 اولدمون با یکم فیورال اجرا جنگ ایزالا اجرا هم تنبتنه خون با خون اون قدم قربان ایسای جون گیر نویسه اوی تحتی عنوانی سری پاورود میدانن بوکس میزنن یا شمشیر جنگ های گوشتی نه چه خیلی ای بایا جنگی او خیطور و یپونسو هستن کنفو میگن چی میگن؟ کنفو یا اوجه خراب زسادی چی دا؟ خراب زسادی دولجوان گفتم که چند متری گفت که یک 75 گفتم هم قطعی حسن چیلر هم قطعیت خوش کن خدا بزنم 3 متر وقت تون بلند میخیزم میزنم تون قرابولو میبرم تون میگه ایره اودم نزه ایره دولان جخیده ایورا جورا دولان جخیده برای مسلمانی جوکی دوشا مخوری تاقا سایجونه ما همینجا دیما کو بول پاگا ناسیب و شبرم همین درد ما تشخیص کنم که سوغم دادی سایجورا خدا شد یکم سلامت باش چیزی زده سه بدرک با مازه ما دوانی موی نونا در کتاب میبینم تمام ما خدا گوش بیرون نفهم دیل اکرام که گوش با مازه که هم دخترچم گرم اومدیم که با بعض هم به روحت کده یا ایکنی ما میخورم شما هم برادر نبخدو که جو همسنی ورزوب ده تگو بو ای اوجا به ها جوی زورا تگو ما رفتم همین دست شده تشکیل کرده همین دست شده اویا خش بر حالت انا جورا اشتوی توم خدت ده انا جورا تو رینگا تربیه کتا دوان تربیه کتا گوشت همسیو بخو بقوات چه یکمی فیرم میزنیم اکرم اول ما جبرم فقط اول زکاس کردیم گوشت کینگروگ میخوام که بلام فقط غوطی غوط نمیشه قایمون دلغو نه بودا بزایی خوب میبرم بگانش غاوزه مالیم تاقا سجونه ما رمانی خدا باشم زنده باشه که خب نیشم خواهد بیچینم بله و بینندگان عزیز چگونه که شما مو چخچخ کرده جنگ میکنه بله رنگی کنورو حبیب هم خیلی جنگ میکنه نه؟ خیلی میگه خوب با مسئولیت با خوبه